پدری شما 5 پسر و 4 دختر دارد. شما چند عمو و چند عمه دارید؟ من 7 تا عمه به دارم. سوال دقت بفرمایید. من 8 تا عمه دارم ولی یکیش عمرش داد به شما. این بود عرض کردم 7 عمه دارم. دوستان توجه بفرمایید که سوال هوشه. 4 عمو. احسنت. پنجمی چی شد؟ دوست شد، خلافکار شد. بابا بزرگم آقش کرد، اسمش از تو شناسنامه خط زد بیچاره. بیداد الان چه کار میکنه؟ 5 سالی زندان بود، همونجا مرد. 4 عموی ایشان به عنوان بخشی از جواب پذیرفته میشه. حالا بفرمایید شما چند تا عمه دارید؟ آقا من هیچی نمیگم، تو گیر دادی ها. چه موقع عمه ماهی میپرسی چند تا عمه دارین چند تا عمه دارین؟ آقا من چه کار دارم؟ من فقط سوال پرسیدم. جوابی بزرگواره بده. اسم گذاشتی رو عمش. چه اسمی؟ مرد حسابی برسه با آبرو مردم داری بازی میکنی؟ به جان خودت قسم اگر این اسم رو عمه من نمیذاشم اینجا زنده بیرون بره لطه پارش میکردم. منم همینطور.